روز سوم نمایشگاه تبریز، همکاران محترم که از تبریز تشریف آوردن و در حال مذاکرات هستن. غرفه توکیلیکو الحمدلله با توجه به اینکه نمایشگاه خیلی شلوغی نیست، ولی غرفه توکیلیکو واقعا نسبت بقیه غرفه ها هم علاقمندان بیشتری درش هستن و هم بازدید بیشتری در این غرفه وجود داره. آقای آخونپور بفهمید. آقای آخونپور هم که از کارگردانای برجسته سینما و تلویزیون هستن، پدید آورنده برند زیبوکو، محصولات شمسای کلکسیونی زیبوکو رو خدمتشون هستیم. اینو برای یوتیوب دارم میگم آقای آخونپور. من به نظرم اگه میتونی یه توضیحی بدی، من اینو تو یوتیوب بذارم در حد 4-5 دقیقه میشه توضیح داد. فکر بودم که الان ماه آذره. سلام از ما، حالتون چطوره؟ خوبی؟ الان ماه آذره. شما اگر شمش آذر ما رو نگاه کنید، آذر ماه، بله این آبان آذر. مثلا ما پارسال محصولی داشتیم و پارسال بود و کسی میگفتن بیا کادو بخر. بله. پارسال 82 تومن بود هر گرمش. اگه پارسال محصول تولید کرده بودیم، من پیشنهاد کنم پارسال بوده. من میگفتم رفقا من یه محصولی دارم بیام بگیریم واسه کادو تولد خوبه. گرمی 82,000 تومان بیشتر نیست، سال بعد رشد میکنه. بله. الان اون سال بعد است. الان سال بعد است که شده گرمی 220,000 تومان. خواستم بهتون بگم این 2-3 برابر قیمت شدن این فلز گرانبها چقدر میتونه یک اتفاق خوبی واسه کادو دادن باشه. آیا آخونپور میخوان این رو باز کنن؟ به نظرم شما مثلا در این 4 ماهی که از سال باقی مونده، آذر و دی و بهمن و اسفند رو به تفکیک موضوعاتش رو بگید که منم اینجا ویدیو بگم برای عزیزانی که تو یوتیوب میبینن. بله. الان آذر رو خدمتتون میگم. بله. ما ماه آذر رو دسته‌بندیامون هم بله. ماه آذرمون یه نگاره‌ای از شاه طهماسب صفوی در ارتباط با یکی از داستان‌های جذاب شاهنامه، داستان بیژن و منیژه است. جالبه اینه که بدونید فردوسی داستان بیژن و منیژه رو قبل از سرودن شاهنامه سروده بود. یعنی یکی از شعرهایی بود که قبل از اینکه شاهنامه رو بنویسه اینو سروده بود و بعد آوردش تو شاهنامه. داستان بیژن فرزند گیو، یکی از سرداران ایرانی که زمانی که عرض کنم کیخسرو، مردمان ارمنستان به کیخسرو میگن باغ‌های ما رو گرازان وحشی و مزارع ما رو خراب میکنن، یه 200 پهلوان تو بفرستین گرازان رو شکار کنن. بیژن به عنوان یکی از پهلوانا میره اونجا تا گرازان شکار کنه، گرازان شکار میکنه، سر همه گرازا و دندوناشون رو میکنه به عنوان نشانه، بیاره سر راه همراهی داشته بهش حسادت میکنه به نام گرگین. آره دوستش بوده. بهش میگه برو در باغ دختر افراسیاب. این باغ در سرزمین دشمن بوده، اونا لب مرز این کارو میکردن. برو اونجا دختر افراسیاب هست، می و بزم و عرض کنم خدمتتون شادیه. ببینم جرأت داری تو به عنوان پهلوان که حالا میگی گراز شکار میکنی پاتو اونجا بذاری. این آنتریک میکنه که بره اونجا. درست. میره اونجا. وقتی میره اونجا اتفاق خیلی عظیمی رخ میده. اونجا این تو آذر ماه اتفاق افتاده. خود قصه نه، قصه در ماه بهاره. نگاره اینو میگه. مشخص نیست که نگاره میگه رنگ‌های شارپه. بله نگاره بهاره، ولی فضای داستانی، این عشق آتشینی که بین اینا هستش برگرفته از ماه آذره که بیان پر از عشقای آتشین ماه آذر. منیژه عاشق بیژن میشه، در شرابش یه دارو بیهوشی میریزه، میبرش توی قصر خودش. آشکی میبرش قصر خودش. وقتی که بیژن چششو باز میکنه میبینه تو قصر دشمن بزرگ ایران زمین افراسیابه و اینم دختر افراسیابه. تا میاد به خودش بیاد یکی دو روز میفهمه اون گرگین هم یه دستیسه براش درست کرده. افراسیاب میاد خفتش میکنه، میخواد بکشش. موبدان و بزرگان میگن نکش، این ایران سرمایه است، میتونه اسیر بگیری بندازش تو چاه. میندازش تو چاه. دخترش هم میگه تو لایق همین عشقی. این بخاطر اینکه تو ته چاه نمیره، فقط زنده بمونه به عنوان یک دونه اسیر پیش ما، تو از قصر بیرون. میندازش بیرون و بعد میره بالا سر چاه. دختره چی داره پشتش روش؟ اول اون ماه آذر اون نماد چیه؟ این
نماد عرض کنم آذر، ماه آذره. عرض کنم خدمتتون که پشتش چی؟ پشتش هم همینطور یک QR کدی داره که همین داستانی که من داشتم براتون تعریف می‌کردم. بله این داستان به صورت کامل براتون میاد. یه ویدیو هم امروز آپلود کردیم گذاشتیم و توضیحات مخصوص. یعنی اگه کسی بخواد اینو هدیه بده تو چه بسته‌بندی چه شکلیه؟ یعنی ما برای بله یعنی ما اینجا داخل بسته‌بندی اینجوری میذارن شکیل و زیبا برای کادو دادن. زیبنده. اگه سال پیش کادو میدادین الان 3 برابر بود کادو. آره دیگه امسال هم بدین میشه سال بعد 3 برابر. این حتی آدم میتونه برای خودش کادو بخره. بسته‌بندی چه شکلیه پشت و روش؟ بله پشت روش هم یه سری اطلاعات دقیقی داریم در مورد برند و آدرس سایت و به 3 زبان دنیا، 4 زبان، فارسی، عربی، انگلیسی و روسی. سلامتی. بسیار متشکرم. حالا باز ماهای دیگر هم خدمتتون هستم. بله. متشکرم. ارادت.